طلب داماد. جوان خانه‌دار شد. روز دوم خانه‌داری دوستان جوان یک گوسفند کامل کشته و پوست کنده را آوردند. جوان به همسرش امر کرد که گوسفند کامل را پخته برای او و دوستانش تیار نماید. عروس در جواب گفت که مهارت پختن گوسفند کامل را ندارد. جوان در غضب شد. فکر کرد که عروسش ناعهده‌برا است و امر کرد لباس و چیزهایت را تیار کن، به خانه پدرت برمیگردی. به من همسر ناعهده‌برا لازم نیست. عروس را جوان به نزد پدر و مادرش آورد و گفت اول دخترتان را همچون زن پخت و پز را آموزید و بعد به شوهر دهید. پدر و مادر حیران شدند و از او شرح گفته هایش را پرسیدند. جوان هر آنچه از سر گذشته بود به پدر دختر نقل کرد. چون پدر این قصه را شنید گفت باکی نیست. خودی حاضر من و مادرش با دخترمان پختن گوسفند کامل را می آموزیم. بخیز، در آغل یک گوسفند کلانی هست. برو آن را بکش، پوستش را جدا کن، ما دیگاتشتان را تیار می کنیم. جوان گفت اما من گوسفند کشته نمی توانم. پدر دختر گفت این طور باشد برو و به پدر و مادرت بگوی که سر اول به تو مهارت مردانه را آموزند و پس در مهارت زنانه همسرت عیب بجوی. چنین است حالت هر یک ما. خود کامل نیستیم ولی در جستن عیب دیگران مهارت بلند داریم. اگر انسان عیب خود بداند هیچگاه پی عیب دیگران نخواهد رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید یکی از شما چنگی را در چشم مردم می بیند ولی ریشه کلان را در چشم خود فراموش می کند. روایت از ابن حبان.